در حاشیه سفر کوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمون به ناحیه جیهون با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و رهبریت ناحیه بنای نوی مرکز فرهنگی رسما مورد استفاده قرار داده شد. ساختمان انشاءات فرهنگی 2 آشوب سال 2024 آغاز گردیده. بنیاد آن با رعایت طلبات معماری و استانداردهای معاصر در مهلت معین شده و با صفت بلند به انجام رسانیده شده است. مرکز فرهنگی با هدف فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد فرهنگ، بالا برداشتن سطح معرفتناکی اهالی و غنی گردانیدن حیات فرهنگی ساکنان ناحیه ساخته شده است. بنای مرکز فرهنگی که در گذشته با نام کلوب دهاتی معروف بود، سالهای 1938 1940 ساخته شد و به استفاده داده شد. مسلم است که با گذشت قدر سالها بنا کهنه و فرسوده شده بود و در حالت صدموی قرار داشت. خوشبختانه در دایره کارهای سازندگی و آبادکاری جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد بنای مذکور از نوسازی گردید و عین زمان باشد بنا از 2 آشیانه یعنی بنای خوشطرح و زمانوی ساخته و به ما فرهنگچیان ناحیه تقدیم کرده شد. بنای مذکور دارای حجره‌های کاری، کتابخانه الکترونی، تالارهای خدمت‌رسانی و مجلسگاه با 170 جای نشست بوده برای برگزاری چرابینی‌های گوناگون فرهنگی، معرفتی، علمی و فراغتی امکانیتی وسیع فراهم می‌آورد. تجهیزات داخلی مرکز مطابق به طلبات زمانی معاصر نصب گردیده برای استفاده دایره وسیع ساکنان از جمله جوانان و اهل فرهنگ مساعد می باشد. تالار کتابخانه مرکز با تقریبا 30 جای نشست مجهز بوده در آن شرایط خوب مهیا می باشد. این کتابخانه امکانیت فراهم می آورد که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی گرد و اطراف و دوستداران کتاب به مطالعه مشغول شده برای اشتراک در آزمون‌های سطح جمهوریوی از جمله آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است آمادگی جدی بینند. همزمان فعالیت کتابخانه به ترغیب فرهنگ کتابخوانی و رشد ذهنی جوانان مساعدت خواهد کرد. در مرکز فرهنگی کتابخانه عنعنوی و کتابخانه الکترونی موجود می باشد. برای آماده شدن خوانندگان و آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است و با تیاری دیدن و دیگر آزمون‌های ولایتی جمهوریوی شرایط خوب مهیا گردیده است. فرمایشگر انشاءات مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه جیهون بوده. ساختمان آن با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و سهم شریکان رشد عملی شده است. ارزش عمومی لایحه‌ای انشاءات نوی ساحه فرهنگ در ناحیه جیهون 3,760,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. مرکز فرهنگی نوبنیاد در آینده می‌تواند به یکی از مکان‌های اساسی برگزاری چرابینی‌های مهم فرهنگی و فراغتی، وقوری‌های اهل ضیا، محفل‌های ادبی، همایش‌های علمی و چرابینی‌های جمعیتی تبدیل یابد. فعالیت چنین انشاءات در بالا برداشتن سطح معنویات، خودشناسی ملی و تحکیم رابطه‌های فرهنگی در جامعه نقش مهم خواهد بازید. فرهنگ را مثل یک نور میگویند که معرفت را در دل کس بیدار میسازد، نور و ضیا را و شخص را از فکرهای تیره دور میسازد و البته من فکر میکنم و امید بر آن دارم همچون یک شخصی فرهنگی ناحیه که این بنا به ساکنان این دهات سالها باز خدمت فرهنگی میرساند، در پیشرفت و نموی مدنیت و فرهنگی این ناحیه سهمگذار می‌گردد. بنیاد و به استفاده دادن چنین انشاءات فرهنگی بازگوی توجه دائمی رهبریت عالی کشور بر رشد ساحه فرهنگ بوده برای غنی گردانیدن فضای معنوی جامعه و فراهم آوردن شرایط سازگار برای استراحت و رشد ذهنی ساکنان زمینه استوار می‌گذارد.